اوراهان پاموک نامی بی‌نیاز از معرفی است و خوانندگان جدی ادبیات داستانی آثار این نویسنده برنده جایزه نوبل را می‌شناسند. برف پنجمین رمان پاموک است و تنها اثر سیاسی او. رمان برف داستان حضور شاعر و روزنامه‌نگاری به نام کا در شهری به نام کارس است که خبری مهم تمام آن را در بر گرفته است. اپیدمی خودکشی دخترانی که در تنگنای پذیرفتن یا پس زدن چیزی که بر آنها تحمیل شده است مرگ را برگزیدند. اما در این میان کا گرفتار عشقی قدیمی و شعله فروکش نکرده آن می شود. این رمان روایتگر داستانی عاشقانه است که در پس زمینه مشوش ترکیه امروز که سرشار از تنش است اتفاق می افتد. داستانی عاشقانه که در فضای زیبا و البته فریبکار شهری مرزی که درگیر بورانی سخت شده است شکل می گیرد. عشق و خیانت، طنز و تراژدی، خوشبختی و فاجعه، ایمان و شک چارچوب رمان برف را می‌سازند. رمانی سیاسی فلسفی و نوآوری عاشقانه در آوردگاه تردید و تعصب. یک نوشته خیلی کوتاه از خانم مارگارت اتود هستش